واقعا هم میتواند یک فرصت طلایی باشد برای آنکه تاجیکستان تبدیل شود در سطح جهانی به یک بازیگر اصلی، با یک بازیگر پرقوت. دویم کاری که باید حکومت تاجیکستان انجام بدهد این بر قراری یک به اصطلاح وزدوش نیماست یا همون پول هوایی از زمینی هست و این باید خاراکتر انسان دوستی و گومانیتری داشته باشد که پنشیر الان در یک وضعیت بسیار دشوار قرار دارد و من باور دارم و مطمئنم که اون روند مصالحه و گفت و شنید بین طالبان و فرزند قهرمان و مجاهد بزرگ فرزند احمد شاه مسعود احمد به زودی نتیجه خواهد داد و این بحران حل خواهد شد. اما باید که از اون مردم که یقینا در این شرایط نیاز به مواد خوراکه، نیاز به داروواری و به دیگر کمک‌های بشردوستانه خواهند داشت، باید در صف پیش این کمک رسانی باید تاجیکستان باشد، ملت تاجیک باشد و حالا با تمام اطراف باید که وارد گفتگو شوند، از آن جمله با طالبان، با کسانی که در کابل نشستند و باید به طور آشکار فهمانده شود که خاراکتر و ماهیت این همکاری، این پول ارتباطی بین تاجیکستان و پنشیر و منطقه‌های دیگر تنها و تنها انسانی است، گومانیتری هست، نه چیزی دیگر. و دوشنبه باید که تبدیل شود به یک بازار یا یک پایگاه بزرگی کمک‌های بشردوستانه، کمک‌های انسانی به افغانستان. این یک فرصت بسیار مناسب است برای تاجیکستان، برای حکومت تاجیکستان، برای ملت تاجیک که در اینجا بیاد صفات‌های انسانی خود را به نمایش بگذارد و هم به منفعت دولت و ملت ما اقدام کند و واقعا هم میتواند یک فرصت طلایی باشد برای آنکه تاجیکستان تبدیل شود در سطح جهانی به یک بازیگر اصلی، با یک بازیگر پرقوت که میتواند نه تنها منفعت‌های خود را حمایت کند بلکه میتواند منفعت‌های ملت افغانستان و بسیار از کشورهای دوست را در این سمت اجرا کرده باشد.